با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. رحیمی هستم و در این کانال هر روز تحلیل طلا رو واسهتون میذارم. دوستان تقریبا بعد 23 روز قطعی اینترنت بریم یه تحلیل مفصل روی چارت طلا و نقره بهتون بدم. اما قبلش تسلیت عرض میکنم به مردم شریف ایران و خانواده جانباختگان. امیدوارم بالاخره مردم ایران به یه رستگاری برسن. خیلی خوب، بریم سراغ تحلیل دوستان. قبل اینکه از تایم هفتگی شروع کنیم یه آپدیتی روی آخرین تحلیل بهتون بدم. اینجا ما در این ریزش بودیم که بهتون گفتم اینجا صرفا میتونه یه پولبک باشه و ما بالای سقف هفتگی که این محدوده 4400 بود تثبیت کردیم. بهتون گفتم این ریزش با اینکه شارپه صرفا میتونه یه پولبک باشه و میتونه چارت برگرده و تارگت های بالاتر 5000 حدود 5000 رو به ما بده که در تحلیل قبلی هم حتی تامنیل ها هم بر اساس همین تارگت 5000 و این فرصت ورود دوباره که در این ریزش به ما داد تامنیل ها رو بر اساس اینا گذاشته بودم که میبینید تقریبا به صورت 100% اون سناریویی که چیده بودیم واسه طلا محقق شده. اما بریم در تایم هفتگی از تایم بالا نگاه بندازیم و تا تایم 4 ساعته بیایم سناریوهای محتمل رو بررسی میکنیم، چه روی اونس جهانی طلا چه روی طلای گرمی 18 در چارت رهاورد. دوستان در تایم هفتگی ما این مابین یعنی حدود 4550 4600 شما در نظر بگیر تا 5060 الی 50 ما کلا گپ داریم در تایم هفتگی و احتمال اینکه چارت طی روزهای پیش رو برگرده و این گپ رو پر بکنه احتمالش بسیار بالاست و اینکه هر چقدر بالاتر بره و دیرتر این گپ پر بشه در برگشت خیلی سنگین‌تری خواهد داشت و این ترند سعودی و این روند سعودی رو تهدید خواهد کرد. وقتی برگرده و به سمت پایین به هدف اینکه این گپ رو پر کنه میتونیم اصلاح حتی عمیق‌تری هم داشته باشیم، حتی به لول 4200 و این اوردر بلاک هفتگی. پس بهتر اینه که چارت نهایتا همین حدودی که 5260 الی 5300 همین تارگت نهاییش باشه. اگه این ریسک ژئوپلیتیک، این جنگی که قراره بین آمریکا و ایران اتفاق بیفته، اگه اتفاق نیفته چارت به شدت مستعد یه اصلاحی هست و برگشت به محدوده 4500 و پر کردن این گپ که بهتون گفتم اگه بره بالاتر و از بالاتر مثلا از حدود 4500 اصلاح بده، این اصلاح میتونه سنگین‌تر باشه و در برگشت‌ها وقتی بخواد به سمت تارگت بالا و یا به سمت این هایی که اینجا ساخته برگرده، ریکاوری چارت خیلی سخت‌تر خواهد بود و احتمال اینکه ما اینجا یه رنجی بسازیم وجود داره. در حال حاضر چیزی که در چارت طلا می‌بینیم اینه که چه به صورت تکنیکال چه به صورت فاندامنتال در حال حاضر روی چارت طلا سعودی هستیم. در میان مدت شاید نزولی بشیم. بهتون گفتم بیاد نهایتا تا محدوده 4700 حداقل این کندل 500 دلاری که در هفته قبل زدیم بیاد اینجا رو پر بکنه، حداقل کاری که میکنه و بعد از اینجا اگه مومنتوم سعودی داشتیم و باز خریدار داشتیم به سمت تارگت های بالاتر حرکت کنه. ولی اینو در نظر داشته باشید هر چقدر به صورت شارپ حرکت کنیم چارت مستعد به صورت شارپ هم برگرده. اما بریم در تایم روزانه یه نگاهی به ساختار بندازیم. میبینید که در تایم روزانه هم باز یه گپ هایی داشتیم. البته شما باید این هم در نظر بگیرید چون ما 25 روز نتمون قطع بوده و نتونستیم معامله خیلی واضحی روی طلا داشته باشیم. ذهنمون نسبت به این داستان گارد خاصی نگیره. این خیلی مهمه، یعنی یه جوری از چارت هرسمون نگیره، هرسمون رو سر چارت خالی کنیم که آره باید اینجا حتما یه اصلاحی بده
و یه فرصت ورود دوباره به ما بده. نه همچین چیزی نیست. نباید این مسائل و احساسات و قاطی معاملاتتون بکنید. حتما این مسائل رو در نظر داشته باشید. و اینکه در حال حاضر در چارت روزانه صحبت خاصی نیست. تارگت روانی 5000 رو ما رد کردیم، حتی تا 5270 و 5300 حدود این قیمت ها هم بالاتر اومدیم. ولی به صورت تکنیکال این چارت مستعد یه اصلاحی هست. یه اصلاح تا این محدوده، حداقل 4500 4600 رو به ما بده، نهایتا 4700 رو به ما بده، اینجا یه رنجی بسازه، یه تثبیتی در این محدوده داشته باشیم. اینکه چارت این قیمت رو تثبیت بده خیلی مهمه. و اینکه الان میبینید به صورت شارپی به سمت بالاتر حرکت میکنه، بهتون گفتم هر چقدر عرض تقاضاش ناسالمتر باشه، برگشتاش هم سنگین تر خواهد بود. و اما بریم واسه معامله در تایم 4 ساعته ببینیم آیا معامله به ما میداد. دوستان دیروز روی لول 5150 بودیم. با شکست این محدوده شما میتونستی ورود لانگ داشته باشی. البته نه در تایم 4 ساعته، تغییر شما باید در تایم 15 دقیقه الی 1 ساعته می بود. با شکست این لول اوردر کاشته باشید این محدوده رو و تارگتتون و پرافیتتون ازش گرفته باشید. اما بریم یه آپدیتی هم روی بلند مدت و میان مدت و چارت گرمی طلا بدیم. دوستان همونطور که میبینید در چارت طلا اگه به صورت تاریخی، من یه لحظه این آپدیت کنم ببینم آپدیت میشه. دوستان اگه به صورت تاریخی به چارت گرمی طلا و طلای داخلی ایران یه نگاهی بندازیم، میبینید که ما هر برج، یعنی هر عید، هر سال نو، هر سال تازه، در برج یک ما یه اصلاحی داشتیم. اگه بخوایم این اصلاح رو به صورت زمانی و به صورت درصدی در حساب کنیم، حدوداً 100 الی 130 روز تا 3 سال قبلش همین حدوده، 100 الی 130 روز. و اگه درصدی هم اصلاحش رو حساب کنیم حدود 20 الی 30% ما اصلاح داشتیم. یعنی فصل بهار رو ما انتظار اصلاح در چارت طلا داریم. این به صورت تاریخی رفتار طلا در داخل ایران به این صورت بوده. لزوما اونس طلا این رفتار رو نخواهد داشت. این رفتار فقط مختص طلای داخلیه. و اگه بخوایم 403 رو حساب کنیم میبینید که باز در برج 1 الی برج 2 ما اصلاح داشتیم و به سمت پایین حرکت کردیم. 145 روز یه روند سایدی داشتیم، حدودا میشه گفت روند سایدی بوده و اصلاحی که داشتیم 15% بوده. اگه باز یه نگاهی بندازید به سالهای قبلتر میبینید هم اصلاح عمیق‌تر بوده به صورت قیمتی، هم به صورت زمانی طولانی تر بوده. یعنی حتی تابستون رو هم در بر گرفته. ولی میبینید که این 1-2 سال آخر، 3 سال آخر هم اصلاح‌ها کمتر بوده به صورت درصدی، هم به صورت زمانی هم کمتر بوده. یعنی فکر کنم به حدود 3 ماهی کاهش یافته. پس شما میتونید آخرای اسفند این اتفاق رو در نظر داشته باشید، حداقل واسه 3 ماه. اگه جنگی نشد، اگه جمع شد، بعید میدونم طلا هیچ اصلاحی داشته باشه، چه در طلای جهانی چه در طلای داخلی. بعید میدونم اصلاحی داشته باشیم اگه خدایی نکرده جنگی پیش بیاد. ولی در غیر این صورت ما حداقل 3 ماه روند سایدی خواهیم داشت. این برنامه خودمه واسه مقدار طلایی که دارم. من آخرای اسفند، حالا باز بستگی به قیمت داره، بستگی به رفتار کندلی داره، بستگی به چارت داره. من باز اون موقع روی چارت ها بهتون آپدیت میدم. ولی این سناریوی منه، میتونید ازش استفاده بکنید. این چیزیه که سالها اتفاق افتاده و چارت مستعده که بازم این اتفاق در چارت بیفته. و ما 3 الی 4 ماهی رو میتونیم اگه سرمایه روی طلا داریم یه خروجی بزنیم
یه جای دیگه ای رو اگه در نظر دارید، یه سریا دارن روی ملک که من توصیه نمی کنم، در اون زمینم تخصصی ندارم که بهتون توصیه داشته باشم. بعضیام میبرن بانک، میخوابونن یه کارکرد حسابی ازش میگیرن. حالا باز اینا همه این مسائل به خودتون بستگی داره اینکه نیازتون چی باشه و بزنید به کدوم زخمتون. این سناریویی که روی چارت طلای گرمی داخلی در نظر دارم واسه خودم دوستان، این سناریو میتونه در محدوده اگه این اصلاح رو در چارت اونس جهانی داشته باشیم، این اصلاحی که بهتون گفتم و این گپی که روی محدوده 4600 جا گذاشتیم در تایم هفتگی مشهوده، اگه برگشت و این گپ رو پر کرد، از اینجا میتونه به سمت تارگت 5500 حرکت کنه و همزمان این حد فاصلی که تا 16500 داریم در طلای داخلی هم یه پولبکی به این لول داشته باشه و نهایت خودش رو به محدوده 19 الی 19500 الی 20 نهایتا برسونه تا آخرای اسفند. اگه فضای داخلی و فضای جهانی همینطور متورم بمونه، یه پولبکی به این لول ها خواهیم داشت. طلای جهانی تا 5500 5400 یه لگ دیگه داشته باشه به سمت بالا بعد اینکه این گپ رو پر کرد. حالا باز بهتون گفتم دوستان، آپدیت میدم روی چارت. خیلی بستگی به رفتار قیمتی داره، اینکه چه کندلی بسته بشه، به صورت شارتر حرکت کنه، به صورت کنترل شده اصلاح بده یا به چه صورتی باشه. در تحلیل‌های بعدی اگه نت قطع نشه و اتفاق خاصی نیفته، باز آپدیت ها رو خواهیم داشت و همراهتون خواهم بود. ولی این دو حرکت میتونه همزمانی داشته باشه، یه پولبکی به 16 الی 16200 داشته باشیم و بعدش از اینجا به سمت تارگت 19 حرکت کنیم و وقتی به آخر سال برسیم دیگه این کم کم این روند نزولی رو در چارت طلای گرمی داخلی داشته باشیم به درازه حداقل 3 ماه. این هم سناریویی بود که روی طلا داشتیم و در تایم پایین هم بخواید ترید بزنید، در حال حاضر چارت حرکت کرده و ساختار خاصی هم تشکیل نداده. باید بذارید حداقل 1-2 روز کندل تثبیت بده و باز اگه به سمت بالاتر حرکت کرد شما باش همراه بشید. هرچند من توصیه ندارم که اگه باز اینجا اصلاحی داشتیم 1-2 روز تثبیت دادیم و بعد به سمت 5400 حرکت کردیم، شما باش همراه بشید، چون چارت زیادی حرکت کرده و نیاز به یه اصلاحی داره. اما بریم یه نگاهی هم به چارت نقره بندازیم و تحلیل امروز رو تموم کنیم. دوستان در چارت نقره داره غوغا میکنه. در تحلیل‌های قبلی بارها روی لول $50 $60 بودیم. این چنل رو داشتیم، این چنل رو شکست به سمت بالا. بهتون گفتم که نقره دلایل فاندامنتالی داره که به این صورت داره به سمت بالاتر حرکت میکنه و این میتونه یه روند خیلی بلند مدت هم داشته باشه و در میان مدت شما بگیر اصلا نقره بیاد یه اصلاحی بده تا 76، نه بیاد اصلا اصلاحی بده تا 57. بعدش ما باز در نقره چون 60% عرضه نقره در جهان صرف مصارف صنعتی میشه که در تحلیل‌های قبلی هم بارها بهتون گفتم میتونید روی نقره سرمایه گذاری داشته باشید. به چه دلیل؟ به این دلایل فاندامنتال. یکی پنل‌های خورشیدی بود، یکی حوزه هوش مصنوعی بود، یکی تولید ماشین‌های برقی بود که فکر کنم، حالا من اطلاع دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر کنم در هر ماشین مثلا BYD یا تسلا فکر کنم نزدیک 4-5 اونس نقره مصرف میشه. به این دلایل نقره میتونه در بلند مدت تارگت های خیلی بالاتر رو هم به ما بده. یه سریا در مورد تارگت $200 واسه هر اونس صحبت میکنن. حالا ما صبر میکنیم، اگه اصلاحی داد و اگه موقعیت ورود مناسبی بود حتما بهتون میگم. و در حال حاضر باز شما به خودتون بستگی داره، ولی این روند خیلی به صورت هیجانی حرکت کرده. صبر کنید یا یه روند سایدی بده
مثل همین یه روند سایدی بده، یه روند رنجی به ما بده، یه ناحیه تثبیتی، و بعد اگه به سمت بالاتر حرکت کرد شما ورود بکنید، یا اینکه یه اصلاحی بده به سمت پایین، حالا 20% 30% اصلاحش هر چقدر چارت تصمیم گرفت و تثبیت کرد در هر نقطه‌ای، ما باز اونجا میتونیم نقطه ورود داشته باشیم. پس هیجانی عمل نکنید روی چارت نقره. بله، نقره در بلند مدت میتونه عملکرد خوبی داشته باشه، به سمت تارگت های بالاتر حرکت کنه و حتی گرمی 1.500 هم به شما بده، ولی در حال حاضر بذارید یه اصلاحی بده و بعد ورود داشته باشید. به صورت تکنیکال هم اگه در تایم پایینتر نگاه کنید، همین محدوده، همین لول 113 و 220 میتونه یه تریگر ورودی باشه. هرچند بهتون گفتم یه همبستگی بین چارت طلا و نقره وجود داره و در حال حاضر اگه چارت طلا در اون لول یه اصلاحی داشته باشه، چارت نقره هم با خودش پایین میکشه و میتونه این لول رو فیک کنه به سمت پایین. پس باز اینجا ریسک زیادی داره. شما اگه ورود کردی با ریسک کم، با ریسک کنترل شده. و دوستان امیدوارم تحلیل امروز به کارتون اومده باشه. بعد 25 روز یه تحلیلی داشتیم، زیادم شاید با کیفیت نباشه، ولی ممنون که تحمل کردید. سعی میکنم در تحلیل‌های بعدی آپدیت بهتری روی چارت طلا و نقره داشته باشیم. وقتتون بخیر.